درود و مهر، سلام و ارادت خدمت تک تک عزیزانی که صدای من رو میشنوند. من راد هستم، رضا راد، و حدود 24-5 سال هستش که در سیستم بانکی کشور مشغول هستم. در کنار اون خب من یک حسابدار هستم، یک حسابرس هستم در شرکت‌های بزرگ تجاری، تولیدی، خدماتی. کارم تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و هست. دوستان، من در طی این 24 سال گذشته با وجودی که کارم کار مالی بوده، اما جالب اینجاست که تا اواخر سال 1399 در خصوص بازارهای فارکس و کریپتو حتی یک کلمه نشنیده بودم، برخورد نکرده بودم جایی که ببینم تریدری وجود داره، اصلا یه همچین بازاری وجود داره. و هنوز هم برای خودم جای سواله که چطور منی که کارم کار مالی بوده، 24 سال، 25 سال، 23 سال من کار مالی کردم، چطور من با بازار فارکس آشنا نبودم. اما به هر حال طی این 4-5 سال گذشته که آشنا شدم، پیگیر شدم و در واقع مهارتم رو به یک جایی رسوندم در این زمینه، الان تصمیم به این گرفتم که توی این صفحه خدمت شما باشم. میخوام خواهش بکنم ازتون که با من همراه باشین. من هر آنچه که در این بازار شما نیاز دارید تا به سود مستمر برسین اینجا در اختیارتون میذارم، بهتون آموزش میدم و کاری میکنم که هیچ نیازی به هیچ چیز دیگری غیر از این صفحه نداشته باشید. هر آنچه که لازمه از 0 تا 100 من در این صفحه براتون آموزش میدم تا انشالله شما بتونید به درجات مفیدی در بازارهای مالی، در واقع همین ترید، برسید. در واقع من میخوام ازتون خواهش بکنم در کنار این آموزش ها تمرین و تکرار داشته باشید. تمرین و تکرار هستش که شما رو به اون در واقع درجه‌ای که نیاز دارید میرسونه. ببینید این بازار احتمالاته. هر کسی که اومد گفت آقا من 100% به شما میگم چنین میشود و چنان میشود، بدونید که حرف درستی نیست. این بازار احتمالاته، اما اینطور هم نیستش که آدم نتیجه نگیره. نتیجه گرفتن شما در واقع در گرو تمرین و تکرار و تمرکز شماست. یعنی چی؟ یعنی دیسیپلین. شما باید دیسیپلین داشته باشین تا موفق بشین. من بهتون قول میدم بدون منت هر آنچه که آموختم رو با یک زبان بسیار شیرین و روان در اختیارتون بذارم که انشالله موفق بشین و باعث خوشحالی من و خودتون. لطفاً با من همراه باشین تا ویدیو بعدی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.